بیشتر آموزه ها تاکید دارند که ورود زمین و انسان ها به بعد پنجم از هزاران سال پیش برنامه ریزی شده و از چند دهه پیش در حال رخ دادن است. 21 دسامبر 2012 نقطه میانه این تغییر بود که هرچه زمان می‌گذرد آشکارتر شده و سرعت بیشتری می‌گیرد. همه روی این سیاره در این زمان آگاهانه و ناخودآگاه تصمیم نگرفته اند که وارد بعد پنجم شوند. هر روحی که ورود به بعد پنجم را انتخاب کرده مقدار کافی نور برای نگه داشتن سطوح بالاتر انرژی را جذب کرده است. خیلی‌ها در طی 2 دهه آینده ترک زمین را انتخاب خواهند کرد و به سوی تجربه‌های بعد سومی در بخش‌های دیگر این جهان خواهند رفت. آنها هنوز آموزه‌های بعد سوم را به پایان نرسانده‌اند. آنهایی که تصمیم گرفته‌اند بمانند و با زمین تغییر کنند، دچار تغییرات شدید و سریعی خواهند شد. بدن و ذهنشان دچار تغییرات اساسی مورد نیاز برای ورود به آگاهی بالاتر و بعد پنجم را خواهند داشت.